اگر تا وحدت سرجمع ملت نباشد یگان نمود یراقی هسته‌ای پیش راه را گرفته نمی‌تواند. مقطع صدرالدین ایلی باباجان غفور در آن است که ملت را باسواد کند. حس وطن دوستی وطن پرستی ملت تاجیک را بیدار کند. مخصوصا در زمان جهانی شوی، زمان انعمی شب و روزها ما دیده ایستادیم قدرت و توانایی دولت، قدرت و توانایی بزرگی دولت در وحدت است، در سرجمعی ملت است. ما سرجم باشیم، با صبر و تحمل باشیم، زیرک باشیم، هوشیار باشیم، کسی بلندی ملی و وطن دوستی و وطن پرستی داشته باشیم، همون کاست زندگی امروزه ما قدم به قدم برطرف می شود.